یه کاری آوردم معلوم نیست چیه، خدا شاهد. نگاه کنید اینجوری میپوشن. نصف هست نمیدونم. اینو میدونم که بالاتن است. اینو چجوری خورد کنم؟ اینو چجوری بفروشم؟ به مشتری بگم چی میخواد؟ یه مدل داریم این شکلی، ولی اینجا دیگه نقاط حساس دیده. یه شکل دیگه هم داره، این شکلی باید اینجوری یه قسمت مهم بدنو بپوشونی، اون قسمت دیگه هم باید یا با دست اینجوری کنی یا دیگه باید اینجوری. به نظر مثل انسانای قدیم اینجوری ببست. دیگه هم میتونی بپوشی مثل سوپرمن و بتمن. نگاه کنید میشه سوپرمن پشت تهویه‌ای، این پشت آزاد، اینجوری چاقو بزنم میزنید لتو پاره. به مشتری بگم این چیه که بهش بگم بخره. تنها مصرفی که از نظر شخصی خودم داره، میتونی اینجوری دستت بگیری، یه کتری که رو اجاقه اینجوری بگیری دستت نسوزه، اینجوری بگیری. نمیدونم چی کاربردی داره. اگه میخوای خودتونو نشون بدید اینو بخرید. اصلا پوشیده نیست. شدنش این شکلی، یعنی کلا فکر کن هیچی نپوشیدی. یه استفاده دیگه هم داره، اینجوری تو دستت بپیشی دستت سرد نشه. گرم صورت شال گردنم استفاده میشه کرد. رنگش خیلی قشنگه. پارچش هم خیلی خوبه. میتونی رو میزی هم بذاری اینجوری تخم بخوری بذاری داخلش، بعد جمع کنی بندازی دور. این شکلی هم میشه استفاده کرد مثلا اینجوری، ولی تو دیدی دیگه میدونی چی میگم. پارچه لوکس. باید برم کلاس آموزش بعضی چیزا رو یاد بگیرم. اینجوری نمیشه. مهمتر از هر چیزی سایز 2. آخه این معلوم نیست برای چی استفاده میشه سایزشو گذاشته. خدا شاید نمیدونم. آخه این سایز 2 مثلا برای چی استفاده؟ آها کوچیک این نمیشه. آخه نمیدونی برای چیه تا بگی نمیشه.